شیبیت بلو با تدیگ ته‌انداز بال. پیاز رو خلالی میکنیم، روغن میریزیم، یه ذره تفت میدیم، سبک که شد گوشتمون رو باهاش تفت میدیم، زردچوبه میزنیم، یه دونه چوب دارچین، چند حبه سیر، زعفرون. من کمی تخم گیشنیزم ریختم، اگه آسیاب شدهشو بریزین خیلی بهتر. درشو میذاریم بپزه. وقتی پخت نمک رو اضافه میکنیم، سیرشو ببینید چه له و خوب میشه. توی مایتابمون روغن میریزیم، زعفرون، کنجد و کمی زردچوبه. روی بالامونم کمی نمک میپاشیم. اینم گوشتمونه که پخته ریشش کردم. من بالو برمیگردونم که هر دو طرفش زعفرونی شده باشه، چون بعضیا میذارن که بالشون یه ورش حالت پختگی داره. من اون مدل رو دوست ندارم. برنج روش میریزیم، گوشت میریزیم، از آب گوشتمون میریزیم و دوباره برنج. خیلی خوشمزه میشه. میدونم که همتون بلدین، ولی حالا این مدلم یه سبکه برای خودش. حتما درست کنید و لذت ببرین کنار عزیزاتون. نوش جان.